سلام دوستای عزیز، امید است که جور صحتمند سلامت باشین و خوش آمدین به یوتیوب چینل ما. موضوع این ویدیو ای است که کسایی که یوتیوب چینل جدید جور میکنه و باید این چند تا تنظیمات مهم یوتیوب باید فعال بکنن تا که بتونن ویو بیشتر، لایک بیشتر و سابسکرایبر بیشتر بگیرن و ویدیوهایشان. بریم ویدیو را شروع بکنیم. در قدم اول میریم ما به یوتیوب، برنامه خود یوتیوب. به کامپیوترتان برنامه یوتیوب را باز بکنین و این یوتیوب چینل جدید ما هست. بعدش میریم به پروفایل. بعد پروفایل میریم به یوتیوب استودیو. اینجا یوتیوب استودیو را که باز کردیم، اینجا مشخصات یوتیوب تانا بر شما نشان میده، سابسکرایبر، لایک و فالوورز و این چیزایتانا که از ما تازه یوتیوب چینل درست کردیم که هیچ فالوورز و سابسکرایبر نداریم. میریم به ستینگ باز میکنیم. اینجا گزینه ستینگ را باز میکنیم و در قدم اول بر ما نشان میده که $. امی وقتی که اکانت ما به درآمد برسه، پولش به دلار برای ما محاسبه میکنه و بر ما میده. این خوب است. و شما اگر به ایران یا افغانستان یا ترکیه یا هر کشور دیگه یوتیوب چینل تان درست کرده باشین، به مو کشور بر شما نشان داده میشه و شما از اینجا میتونین تبدیل بکنین. اگر ما دیگه جای زندگی بکنم، من خودم در امریکا زندگی میکنم، اگر ما مثلا به دیگه کشور زندگی بکنم، اینجا کشور خود انتخاب میکنم که من حال انتخابش نمیکنم به خاطر $. همین برای من درست است. و گزینه بعدی میریم که باز میکنیم چینل. این تنظیمات دومش که خیلی مهم است که چینل مربوط خود چینل یوتیوب تان میشه. اینجا بر شما گفته که با کدام کشور یوتیوب چینل تان هست. country of residence. امی کسی که همینجا زندگی میکنن با کدام کشور زندگی میکنی که ما گفتیم United States امریکا. و گزینه ستینگ دومش اینجا در این صفحه که هست کیورد. این خیلی مهم است، این را زیاد متوجه باشین. اینجا همو لغت‌های کلیدی که ارتباط به مو ویدیوهای و موضوعات ویدیوی شما میشه را اینجا نوشته بکنید به فارسی و یا به انگلیسی، که من میتونم به انگلیسی هم تایپش بکنم و میتونم به انگلیسی هم تایپش بکنم و میتونم به فارسی هم تایپش بکنم که من همین موضوعات کلیدی که مربوط به یوتیوب تان میشه را اینجا تایپ بکنین به فارسی و یا به انگلیسی، هر کدامش که بر شما خوشتان میآید. ما میتونم به فارسی هم اینجا گزینه فارسی هم داریم. اینه ما میتونم به گزینه فارسی هم از طریق کیبورد خود امی کامپیوتر و فارسی هم ما میتونم تایپش بکنم امی لغت ها و کلماتی که مربوط به یوتیوب چینل ما میشه، که با همو لغت ها و کلمات میتونم مردم مرا پیدا بکنم. ویدیوهایی که من پست میکنم را میتونن پیدا بکنن. این خیلی مهم است و این فراموشتان نشوه. این صفحه فقط همین قدر بود. میرم بس دوم، به ستینگ دوم که هست advanced setting. اینجا روی ازی کلیک میکنیم و
میریم امی کیبورد فاست میکنیم که با یک کیبورد ما نیاز نداریم فعلا. خب این ستینگش که هست گفته همی یوتیوب چینلتان با اطفال درست شده و یا که بزرگسال، که ای خودش همیال به بزرگسالا تیکش چالان است که نه، ای یوتیوب چینل ما ویدیوهای ما به اطفال درست نشده، که من برای شما پیشنهاد میتونم که امی گزینهش را روشن داشته باشین. و گزینه اول ای است که این ویدیوهایم به اطفال درست شده. اگر ویدیوهایتان به اطفال کوچک درست شده، این گزینه را فعال بکنین. و یا این گزینه سوم که هست I want to review this setting for every videos، که من میخوایم که مرور بکنم امی ستینگ به هر ویدیویی که من پست میکنم. وقت ویدیو پست کردن من تصمیم میگیرم که همی ستینگش، همی تنظیمات باز روشن بانم و یا خاموش بانم. ای رو روشن بکنین اگر میخواین که هر ویدیو برای شما امی گزینه ستینگش بیایه، که من پیشنهاد برتان میتم که همی مابین همی گزینه بسیار خوب است روشن بانین. و این ستینگ با کسایی هست که گوگل ادز اکاونت لینکینگ و کسایی که اکاونتشان مانتایز میشه و قابل درآمد میشه، اینجا امو مشخصات بانکی و امو معلومات بانکی خود اینجا وارد میکنه و یوتیوب برشان ماهانه برشان پول میفرسته از ویدیوهایشان، که ما حال به این کار نداریم. این گزینه هست گزینه بعدی automatic captions ببخشید automatic caption. این تنظیمات به کسای خوب است که ویدیوهای انگلیسی جور میکنه و اونا نیاز به کپشن و یا روی ویدیویشان متن نیاز ندارن. خود یوتیوب متن همون که زیر متنی ویدیوها را برشان درست میکنه اگر ویدیوهایشان انگلیسی باشه. و فارسی کمی تا حال آپدیتش درست نشده و امکان داره بخیر به زودترین وقت این آپدیت بیایه، که ما هم بتانیم از این ستینگ استفاده بکنیم. و ما خودم ویدیوهای ما امکان بخش انگلیسی هم داره و ما این تنظیمات روشن میمانم برای خودم. این تنظیمات هیچ کار نگیرین، این تنظیمات برای ما و شما خوب نیست، که میگه disable interest based ads. این همو تبلیغاتی که روی ویدیوهای شما میایه، بعدن ویدیوهایتان که قابل درآمد میشه را ای اجازه نمیده که تبلیغات روی امو ویدیوهایتان بیایه. اگر این تیکه روشن بکنین، شما به یوتیوب میگین که من نمیخوایم که بر روی ویدیوهای ما تبلیغات بیایم، که نمیتونین شما درآمد هم داشته باشین، که من بر شما پیشنهاد میتونم که ای خاموش باشه. و گزینه بعدی، تنظیمات بعدی که هست کلیپ، که مردم ها میتونن با ویدیوهای شما کلیپ درست بکنن از ویدیوهایتان. این را هم روشن بانین، این خوب است که مردم ها از ویدیوهایتان استفاده کنه. یوتیوب چینلتان زود پیشرفت میکنه، این خوب است که روشن باشه. اما این را خاموش بانین، این تنظیمات را خاموش بانین. خب میریم با تنظیمات بعدی که هست future eligibility. این را باز میکنیم، میبینیم که ما چی
قابل شرایط هستیم، ما میتونیم، ما خودم یوتیوب چینل ما تازه درست کردیم و ما قابل شرایط تنظیمات اولش شدیم که استاندارد فیوچرهای استاندارد آپلود ویدیوز. من میتونم که ویدیو آپلود بکنم، create playlist. من میتونم پلیلیست درست بکنم و میتونم اضافه بکنم کلابریتور یا کلابریتور استفاده بکنم و من میتونم که اضافه بکنم ویدیوهای جدید و تنظیمات بعدی هست intermediate future. این فیوچر دوم که من متاسفانه نمیتونم استفاده بکنم، باید را فال بکنم. ویدیوز over 15 minutes. من نمیتونم که ویدیوی بالای 15 دقیقه‌ای به این یوتیوب چینل جدیدم اضافه بکنم فعلا. کاستوم تامنیل استفاده نمیتونم به این یوتیوب چینلم فعلا و نمیتونم لایف استریم داشته باشم به این یوتیوب چینلم فعلا، که ما اینجا باید برم همون شماره تلفن خود اینجا تایید بکنم، بعدش من میتونم که از این فیوچرها استفاده بکنم که بعدا من ایره انجام میتم و شما هم حتما ایر انجام بتین. خیلی مهم است. که قابلیت سومشه که من خودم نمیتونم استفاده کنم ای است که نمیتونم increased delay video uploads and live stream که میگه increased بالا رفتن و یا که منتظر بودن ویدیوهای آپدیت لایف. نمیتونم که ای کار انجام بدم. استریم نمیتونم که لایف برم به یوتیوب چینل و and eligibility to apply for monetization است. حتما اینجا ما به درآمد کردن، کسب درآمد نمیتونم که درخواست بتم به خاطر که ما شرایطشان تا حالا پورا نکردیم. که این تمام میشه. اینجا باید یادتان نره وقتی که تمام شدین حتما اینجا سیو بزنین، وگرنه کل زحماتتان هدر میره و شما باید دوباره انجام بدین. وقتی که یک تنظیمات تمام کردی گزینه سیو حتما یادتان نره. خب میریم ما به گزینه تنظیمات بعدی که هست آپلود آپلود دیفالت. آپلود دیفالت هم میریم که اینجا چی گفته و چی کارا باید انجام بدیم. این آپلود دیفالت ایتر منامته که ویدیوهای شما که آپلود میکنی با مو یک ردیف آپلود شوه که شما میتونین گزینه اول از این گفتن که تایتل. اگر تایتلش اینجا اضافه بکنین به همه ویدیوهایتان همو تایتل اضافه میشه و شما نیاز ندارین که هر بار به هر ویدیوهایتان تایتل اضافه بکنین. که من ایره به خودم پیشنهاد نمیتونم، چرا که ویدیوهای من مختلف است. ما ویدیوهای مختلف درست میکنم و هر بار باید من تایتل جدید به ویدیوهای ما اضافه بکنم. که من این تنظیمات به خودم پیشنهاد نمیتم. تنظیمات بعدی هست دیسکریپشن. یک خلاصه
و مو باره مو ویدیو تشریح کردنش همی دیسکریپشن میشه که بیشتری شما کتی دیسکریپشن و تایتل این چیزا آشنا هستین. کسایی که به یوتیوب تازه شروع میکنین، این کدام لغت جدید نیست که ما برای شما تشریح بکنیم. خب بازم کمی بر شما راهنمایی و روشنی انداختم. و اگر اینجا شما دیسکریپشن یک متن به باره مو ویدیوهایتان نوشته بکنی، دیگه هر بار نیاز نیست که شما دوباره متن به باره او ویدیوهایتان نوشته بکنین، که من این را پیشنهاد نمیتونم برای خودم، به خاطر که من ویدیوهای ما مختلف است و ما باید دیسکریپشن های جدید و تایتل های جدید به ویدیوهای خود اضافه بکنم. و این گزینه بعدی هست visibility، که visibility همی میشه که دیدن، که امی ویدیوهایتان عمومی کسی ببینه، شخصی ببینه و یا که هیچ. که من گزینه پابلیک و یا عمومیشه اینجا بر شما انتخاب میکنم و شما هم گزینه پابلیک این انتخاب بکنین. این خیلی مهم است که از این به بعد ویدیوهای شما که پست بکنی دیگه بر شما هر بار بر شما نپرسن که میخوای ویدیوهایتان از شخصی نگاه بکنی و یا که عمومی. ما ویدیوهای ما خوش دارم که همیشه پست میکنم عمومی باشه و از ما هر بار پرسان نکنه که ما میخوایم که ویدیوهای پرایویت باشه و یا پابلیک. که ما پابلیک و یا عمومی را اینجا انتخاب کردیم. که برنامه تنظیمات بعدی هست تگ. اینجا اگر ما تگ اضافه بکنم به ویدیوهایم، که تگ همو کیورد هست که ما به ویدیوهای ما اضافه میکنیم، همو لغت های کلیدی یا متنه های کلیدی که مردم ویدیوها را سرچ میکنن و پیدا میکنن را همینجا اگر اضافه بکنی شما نیاز نداری که هر بار به ویدیوهایتان تگ و یا کیورد استفاده بکنی که میشه کلمات کلیدی. این خیلی مهم است، اما من بر شما پیشنهاد نمیتونم و به هر ویدیوهایتان همیشه تگ اضافه بکنین که خیلی مهم است. از طریق تگ ویدیوهایتان مردم میتونه پیدا بکنه و تماشا بکنه و بیننده ویدیوهایتان بیشتر شود. که دیگه فکر کنم به این صفحه همی آخری ستینگ شد. بله، و میریم به این طرف که گفته ادوانس ستینگ های بالا را ببینیم که این کدام ستینگ ها هست که باید فعال بکنیم. خب اینجا گفتند که country caption certification که ما به این کار نداریم. گزینه بعدی ویدیو language selected، میگم این ویدیوهای شما به کدام زبان هست. این خیلی مهم است و کسایی که به ویدیوهایشان به فارسی دری هست اینجا باید ایره باز پرژن بانین. پرژن، نه افغانستان نه ایران، پرژن همه فارسی زبانها که فارسی میفهمن را به او تنظیم میشه. و اگر شما یک کشور انتخاب بکنین و فقط به مو کشورها پیشنهاد داده میشه ویدیوهایتان، من برای شما پیشنهاد میتونم که ویدیوهایتان اینجا تنظیماتش به پرژن انتخاب بکنین. که من میرم پرژن پیدا میکنم و انتخاب میکنم.
پشتو پرژن. اینجا هست پرژن، ببینه پرژن افغانستان که میگه فارسی افغانستان و فارسی ایران. ببین اینجا ما بر شما پیشنهاد میتونم که پرژن خالی پرژن انتخاب بکنین، خیلی خوب است. این همه پرژن ها هست، این را انتخاب بکنین که من انتخاب میکنم انشاءالله. صبر میره سفر رو طرف بکنم. او ما باید دوباره برم انتخابش بکنم، نشده به نظرم. اینه پرژن. فکر کنم که انتخابم شده بود. خب ما همین پرژن انتخاب میکنیم دوباره. با زبان همین ویدیوهای ما به فارسی هست. انتخاب شد فارسی. خیلی خوب. ویدیو لانگویج که هست، ویدیوهایی که من درست میکنم به زبان فارسی هست که من این را انتخاب کردم فارسی پرژن، نه پرژن ایران نه پرژن افغانستان، فقط پرژن. ستینگ بعدی هست که خیلی مهم است برتان، تایتل اند description language. تایتل و یا description، زبان تایتل و description تان به کدام زبان میخواین که باشه، که را هم ما برتان پیشنهاد میتونم که پرژن انتخاب بکنین، که من میرم پرژن انتخاب میکنم. اینجا پرژن رو پیدا کنین و انتخابش بکنین که من انتخابش کردم. و تنظیمات بعدی چی هست که آن است کامنت. کسایی که میتونن کامنت بکنن، همگی میتونه که به ویدیوهای من کامنت بکنه و اگر من ایره آف بکنم و خاموش بکنم ایره، دیگه کس نمیتونه بر من کامنت بکنه. کامنت ها بسته میشه برشان. ایره بر شما پیشنهاد میتونم که روشن باشه که همگی بتونه بر شما کامنت بذاره. و اگر دوست داشتین برین به تنظیمات همو ویدیو، همو کامنت خاموش بکنین تنظیماتش و از اینجا روشن بانین خوب میشه. show how many viewers likes this video. اینجا این تنظیماتش هم روشن بانین که گفته که چقدر ویو و لایک گرفته یا میگیره ویدیوهایتان. اگر این را تیکش خاموش بانین، دیگه کس نمیتونه بفهمه که ویدیوهای شما چقدر ویو گرفته و لایک گرفته. و این را هم بر شما پیشنهاد میتونم که روشن بانین و خود یوتیوب هم پیشنهاد دادن که روشن باشه و ما همینطور روشن میمانمش. یادتان نره که سیو بکنین، که ما رفتم سیوش میکنم. حالا خب این سیو شد اونجا. اون برای ما مسیج هم آمد که همین ستینگ های شما سیو شد. خب باز میریم به ستینگ ها. ستینگ ها با ما باشین و
فراموش نکنین اگر از این ویدیوها خوشتان میآید ما را سپورت بکنین، حمایت بکنین. یوتیوب چینل ما جدید است و ما به حمایت های شما نیاز دارم تا که بتانم ما یوتیوب چینل ما بالا ببرم و یک کمک بتانم به شما شوم. خب میریم ستنگ بعدی. ستنگ بعدی هست پرمیشن. پرمیشن به معنایی که اجازه. اینجا شما میتونین که یک نفر دیگر اجازه بتین تا که بتانه کمک و همکاری بکنه کتی یوتیوب چینلتان. که ما به فیسبوک شبیه از این را داشتیم، کسایی که یه پیج فیسبوک داره و یا گروپ فیسبوکی دارن را. ما یک مثال براتون بتم که اگر اینجا شخص را اضافه بکنین میتونه که اونا مدیریتور و یا مدیر باشه و مو پیجتان مدیریت بکنه و پست بکنه، کامنتار دیلیت بکنه و چک بکنه کامنت ها و ویدیو ها و این چیزایتان که تاتان همکاری بکنه. از این تنظیمات از اینجا میتونین که همون شخص اضافه بکنین که من خودم اضافه نمی کنم و اونر من خودم هستم اینجا. اگر کسی دیگه باشه کتتان شریک و یا مدیریتور اینجا برای شما لیستشان برای شما نشان میده. از اینجا اینوایت میتونید همون نفر اینوایت بکنین، به ایمیلش اینجا تایپ میکنین و او را به ایمیل روان میکنین برشان و اونا تایید میکنه. بعدش اونا میتوند که دسترسی به یوتیوب چینل شما داشته باشه و شما را میتونه همکاری بکنه و شما اونر و یا صاحب امی یوتیوب چینل خودتان هستین و او شخص فقط همکار برای شما میتونه شوه جور دیگه. اونا حق کارهای دیگر را نداره که اکانت از پیش شما بتونه بگیره یا که یوتیوب چینل تانه بگیره، اما میتونه خراب بکنه یوتیوب چینل تان و یا کار دیگه انجام بده. کوشش بکنین یک آدمی با اعتبار را مدیر و یا شریک یوتیوب چینل تان جور بکنین تا که بر شما مشکلی درست نشه بعدن. خب میریم به تنظیمات بعدی. تنظیمات بعدی هست کمیونیتی. اینجا ممو چیزها را برای ما گفته که اگر اینجا تنظیماتش مهم است بریم یک زود مرورش بکنیم که ویدیو طولانی نشوه. managing moderators. اینجا میتونین مدیریتور امو شریکی که با ویدیوهایتان جور میکنی را مدیریت بکنی. added managing moderator. اینجا هم میتونین که مدیریتور یا شریک اضافه بکنین که ما خودم میخوایم که ادامه بدم و مدیر فعلا نیاز ندارم. standard moderators. مدیریتور استاندارد که ما به این مدیریتور استاندارد هم نیاز ندارم. تنظیمات بعدی approve user که یوزرهایی که کسایی که سابسکرایب میکنن را میتونن شما قبولش بکنین و یا از اینجا میتونن قبول نکنین. این تنظیمات بعدی که هست hidden user. اینجا میتونن که امو یوزرها و امو فالوورس ها و سابسکرایبر هایتانه چی بکنین؟ هاید بکنین، پوت بکنین که دیده نشون. این تنظیماتش لایف
Redirects. Life redirects. اوکی، این رو باید بخوانیم که ما بتونم بر شما خوب تشریح بکنم. ما خودم باید بخوانمش. Allows others creators to send their viewers to any of your live stream or premieres. Your content can only be selected for a live redirect if it's upcoming or in progress. این تنظیمات لایفتان است که وقتی لایف بذارین که شما all channels can redirect to my content. ایره در گزینه اولی بانن اینطوری خوب است که همه بتانن لایفتان پیدا بتانن بکنن و بر شما بتانن مسیج و کامنت بتانن بذارن. ایره پیشنهاد میتم که این گزینه را روشن بکنین. All channels can react to my content که همه چینل ها میتونن برای ما ریاکت داشته باشن به چینل های و لایف استریم ما. خب تنظیمات بعدی چی هست؟ Paste the channel URL of a user to allow live redirect from. اینجا مو یوتیوب چینل لینک نفر برش اضافه میکنی اینجا که اونا بتانن که یک مدیریت از لایف استریمتان به یوتیوب داشته باشن که ما ندارم و ایره همینطور خالی میمانیم. خب تنظیمات بعدی enter comma spirited values block. اینجا امو لغت ها و متنه هایی را می نویسین که مردم ها نتانن با لایف شما استفاده بکنن دیگه. هم خیلی مهم است، خوب است که اینجا شما متن یا لغت یا جمله و کلمات که خوش ندارین با لایفتان کسی بنویسن اینجا شما تایپ میکنی، سیو میکنی، بعدا مردم نمیتونن همو لغت هایی که شما بدتان میایه را به لایف شما استفاده بکنن که خیلی خوب است. خب اینجا خلاص شد. میریم به تنظیمات بعدی که هست defaults. بریم که defaults چی هست. چی گفته؟ خب اینجا گفته comments on your channel. این روشن میمانه ممو کومنت ها، کسایی که همگی بتانن و پست ها و لایف ما کومنت بتانن بذارن. این را یک مرور بکنن و این تیکش روشن بانن. و اینجا بعدیش گفته message manage message in your live chat hide particularly important chat message from review hold. اینجا اگه این تنظیمات روشن بکنی اینطور معنا میده که شما کسی که برای شما با لایف استریمتان کامنت میکنه اونا را کامنتش به انتظار میمانی تا که نمایش داده شود و شما اول او کامنت میخوانی میبینی بعدش تایید میکنی و یا رد میکنی.
که من ایره بر شما پیشنهاد میتم که خاموش کنین. خوبتر است که میریم به تنظیمات بعدی که هست کریتور دموگرافیس. لغتایشان هم کمی سخت است که برای ما جورم نمیه، خو خیر. این تنظیمات جدیدش هست که من خودم هم تازه میبینم، باید بخونم که help make YouTube more inclusive, keep us better understand the demographic and identify information of creator and artist communications on YouTube. این کدام تنظیمات خاصی نیست به نظرم. بازم بخونم که مطمئن شویم. Creator demographics. خب چی گفتم؟ Preview this information is optional. این چیزی نیست، این مهم نیست زیاد. این رئیس تنظیمات حوالی نمیخونیم به خاطر ویدیو طولانی میشه. این آپشنال است. این تو منامت آپشنال که اگر وقت داشتی یا دلت شد ایره بخوان و اگر نه میتونی که رد بکنی. این انتخاب خودت است که مال ردش میکنم به خاطر ویدیو طولانی نشوه. واسه اگر وقت داشتین اونجا بخونین، معلومات خیلی مهم شاید باشه اونجا. agreements. اینجا agreements و موافقت های یوتیوب هست که چیزی نیست اینجا دیگه. خلاص است، تنظیمات یوتیوب خلاص شد دیگه. خدایارتان لایک و فالو و سبسکرایب یادتان نره. ای بود تنظیمات مهم کسایی که یوتیوب چینل جدید جور میکنه. این تنظیمات حتما مرور بکنین و فعالش داشته باشین تا که شما بتونین یک یوتیوب چینل فعال خوبی درست بکنین دیگه. وقتکتان خوش. خدا یار و نگهدار همتان.